گذشته در خدمت چند مهمان عزیز هستم تا در مورد آخرین اتفاقات و حوادث اعتراضات اخیر در ایران گفتگوی با هم داشته باشیم. مهمان اول برنامه ما آقای احمد اسکندری هستند. رفیق اسکندری، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. رفیق احمد، در مورد اعتراضات اخیر ایران که بیشتر از 16 روزه داره طول میکشه چه صحبتی دارید؟ خب این یه چیزی هست که تا حالا سابقه نداشته. در طول 43 سال گذشته ما شاهد تظاهرات ها و حرکت های اعتراضی زیادی بودیم، منتها به نظر میرسه که این مورد یک مورد استثنایی هست. اولا به این دلیل که تکرارش خیلی زمان نزدیکتری هست به اعتراضات قبل. در ثانی به نظر من دو نکته مهم در این اعتصابات، در این تظاهرات ها هستش که این دو نکته ما رو برمیگردونه به اوایل سر کار آمدن این رژیم. یکی برجسته بودن مسئله کردستان و بخصوص برجسته بودن مسئله زنان، و وقتی که میگم مسئله زنان منظورم تمام ایران هست. این دو عنصر یعنی در حقیقت دشمنی جمهوری اسلامی با زنان و با آزادی زن و برابری زن، و همچنین دشمنی جمهوری اسلامی با مردم کردستان از همون هفته های اول برجسته بود. ما در اولین هفته سر کار آمدن جمهوری اسلامی با پرواز هواپیماهای فانتوم بر روی کردستان روبرو بودیم و شکستن دیوار صوتی، و کمتر از یک ماه بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی با حمله به تجمع عظیم زنان در تهران که در روز 8 مارس 17 اسفند 1157 تظاهرات می‌کردند برای مبارزه اتفاقاً و برای قبول نکردن مخالفت و ابراز مخالفت در مقابل حجاب اجباری روبرو بودیم. و خب نوروز سنندج هم به دنبالش اومد، نوروز خونین سنندج. اگر از این منظر نگاه بکنیم، الان بعد از 43 سال ما برگشتیم به این که این دو عنصر، یعنی مسئله زن و آزادی زن در قالب شعار ژنژیان آزادی در خودشون نشون میده. به اضافه این که به نظر من اصلا اتفاقی نیست که ژینا زن بود، ژینا کرد بود و ژینا اتفاقا از مرکز قدرت، یعنی از تهران این مقاومتش رو و شجاعتش رو نشون داد و شروع شد. بنابراین به نظر من ما داده های زیادی داریم برای اینکه امیدوار باشیم به آینده این جنبش، و من شخصا امیدوار هستم، هرچند من از اونایی نیستم که فکر بکنم که پیروزی خیلی نزدیک است و سقوط رژیم جمهوری اسلامی خیلی نزدیک است، علیرغم این که منم آرزوشو دارم و به نظر من جنبش داره در جهت درستی حرکت میکنه. رفیق احمد، بچه بارزی که این اعتراضات و با اعتراضات سالهای قبل متمایز میکنه به نظر شما چی بوده؟ در وهله اول به میدان آمدن این همه زنان مبارزی هست که در خیابان هم میبینیمشون. ما در جنبش های قبل، جنبش های کارگری، جنبش های دانشجویی، جنبش های توده‌ای، خب البته زنانی می اومدن، زنان مبارزی می اومدن، منتها اولا تعدادشون کم بود، در ثانی وسعتش هم کم بود. الان دیگه ما با مسئله جدیدی روبرو هستیم. تعداد زیادی از دختران و زنانی که امر ژینا و خشونتی که بر علیه ژینا جمهوری اسلامی مرتکب شد رو به خودشون میدونن. این تمام شهرها رو در نوردیده، تمام به اصطلاح ملیت ها رو در نوردیده و تمام زنای ایران رو شامل شده، و به همین جهت هم هست که این چنین انعکاس وسیعی داشته در میان جنبش زنان و به طور کلی در میان زنان در خارج از مرزهای ایران. این برجستگی بسیار بارزش هست، به اضافه این که به نظر میرسه نسل جدیدی که الان در خیابونها ما میبینیم
این نسل متولدین سال 80 به این بر هستن، اینا نمیترسن. یه وقت شما کسی رو میترسونی، میگه اگه بری خیابون تظاهرات بکنی کارتو از دست میدی، میگه کار ندارم من، میگه از دانشگاه بیرونت میکنن، میگه من لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم و بیکارم، میگن تو میزننت. به زنی که دختری که لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، کلی تحصیلات کرده، با وجود این در خارج از این سیستم قرار گرفته و هیچ جایی و آینده‌ای برای خودش نمیبینه، میگه که من اتفاقا در این مبارزه شرکت میکنم برای اینکه امیدی هست به آینده با گذر از این رژیم و با گذر از این سیستمی که این وضعیت رو فراهم کرده. من دوست دارم اشاره بکنم به صحبت‌هایی که چند شب پیش در تلویزیون رسمی ایران انجام گرفته. امروز من هم گوش دادم به صحبت‌های خامنه‌ای که راجع به این مسئله صحبت می‌کرد و اتفاقا یاد سخنرانی یا بحثی افتادم که دکتر محمد فاضلی اگه اشتباه نکنم پریروز یا 3 روز پیش بود در تلویزیون رسمی ایران انجام داد و اونجا اون چیزی که ما در صحبت‌های خامنه‌ای و رهبران ایران نمی‌بینیم و این همه خارج میکنن و واقعیت رو انکار میکنن اینه که ما با وضعیتی روبرو هستیم که نرخ مشارکت زنان 13% در ایران و برای مردان 68%، بیکاری زنان 16%. تازه این ارقام تمام ارقام رو در نظر هم نمیگیره و به اضافه این که فقری که در ایران هست، به قول گوینده میگفتش که از هر 5 نفری که در خیابون از کنارش رد میشی یکیشون در زیر خط فقر زندگی میکنه، یعنی حدود 18.4% تقریبا نزدیک به 20% از هر 5 نفر 1 نفر در ایران زیر خط فقر هست. بنابراین شما همه این مسائل رو که دور و بر هم وقتی که میذارین متوجه میشین که چرا این توده‌هایی که میان در خیابون‌ها تظاهرات میکنن و مقاومت میکنن در مقابل خشونت‌های نیروهای سرکوبگر چرا ادامه میدن و همین ادامه یافتن این جنبش هم خودش به نظر من مورد استثنایی هست که الان ما وارد روز 16 شدیم و در مقابل میبینیم که دستگاه سرکوبگر هم با اون اندازه که قبلا می اومدن جلو جرأتش ندارن، برای اینکه با توده خیلی وسیع روبرو هستن. به اضافه اینکه خب البته نباید به اصطلاح رسانه ها و دسترسی تظاهر کنندگان و مردم در داخل ایران به شبکه‌های اجتماعی رو فراموش بکنیم. رفیق احمد، مردم کردستان طی 1 هفته 2 بار اعتصاب عمومی شکوهمندی رو انجام دادن. آخرین اعتصابی که صورت گرفت به فراخوان کماله و چندین حزب سیاسی دیگه بود که در اعتراض به موشکباران و حمله پهپادی سپاه پاسداران به مقرات مرکزی کماله در اقلیم کردستان بود. شما این اعتصاب رو چطور میدونی و پیامتون به مردم کردستان چی میتونه باشه؟ به نظر من این اعتصاب در حقیقت دومین اعتصاب در فاصله بسیار کم برگ زرینی هست که به اضافه میشه به مبارزه مردم کردستان علیه ستمگری ملی و برای آزادی و برای دموکراسی هم در کردستان و هم در ایران. برای اینکه یکی از جنبه‌های اتفاقاً برجسته جنبش اخیر اینه که جواب خیلی مثبت و سریعی گرفته از جنبش سراسری. من فکر میکنم مردم کردستان به حق نشون دادن که علاوه بر این که یک بار دیگه تأکید کردن که اینا وقتی که در مقابل سیستم سرکوب و این رژیم قرار میگیرن حاضر هستن که مغازه هاشون رو ببندن، به سر کار نرن، به مدرسه نرن و به هر صورتی که میتونن مبارزه بکنن، ولی وقتی که مقر مرکزی احزاب و سازمانهای کردستان در کردستان عراق در اقلیم کردستان مورد حمله قرار میگیره، درست برخلاف تصوری که
رژیم و بلندگوهای رژیم داشتن، اینا میخوان اثبات بکنن که ما اونا رو از خودمون میدونیم، اونا احزاب و سازمانهای ما هستن و ما نمیتونیم تحمل بکنیم که شما به این صورت به اونا حمله بکنین و همچنان که میدونین خرابی های زیادی به بار اومده و متاسفانه تعداد زیادی جانشونو از دست دادن. بنابراین من فکر میکنم هم برای مردم کردستان صفحه زرینی هست، هم برای کمک بسیار زیادی میشه برای ادامه جنبش و هم به نظر من اتفاقا تجربه بسیار خوبی هست برای بخش‌های دیگه کردستان و از جمله تجربه بسیار خوبی هست که باید سازمان‌های سراسری ایران ازش درس بگیرن و اونها هم جرأت بکنن و قدم جلو بذارن و از مردم ایران بخوان که مغازه ها رو ببندن، سر کار نرن و اعتصاب عمومی برا بیندازن. من فکر میکنم، من شخصا در موقعیتی نیستم که خطاب به مردم کردستان چیز مشخصی بگم، منتها به عنوان یک عضو کوچک جامعه کردستان خودم رو مفتخر میدونم، افتخار میکنم و به نوبه خودم بسیار سپاسگزار هستم از این حرکتی که انجام شد و من از این کانال میخوام بگم که انعکاس اعتصاب سراسری کردستان بسیار فراتر از مرزهای ایران رفت و تمام مرزهای کردستان رو در نروردید و در خارج اتفاقاً به عنوان یک سند افتخار من و تعداد بسیار زیادی از کسایی که به نوعی دسترسی دارن به رسانه ها و یا به افکار عمومی به عنوان برگی افتخارآمیز معرفی میشه و اینکه مردم کردستان به این صورت مبارزهشون رو ادامه میدن. و اتفاقا یه جنبه دیگه هم داره و اون اینه که درست برخلاف تصوری که درست شده یا تصویری که از کردستان میدن که گویا کردستان همیشه جنگ خواستن و طرفدار جنگ بودن، این یک بار دیگه مردم کردستان اثبات کردن که اونا با آرامش کامل و با نافرمانی مدنی در شکل یک اعتصاب عمومی میخوان مبارزهشون رو پیش ببرن و مادامی که طرف مقابل دست به خشونت نزنه و اقدام خشونت آمیز انجام نده، خب طبیعیه که جوانایی که در خیابان هستن، در صحنه هستن، خشونتی از خودشون نشون نمیدن. این نشانه بلوغ جنبش کردستان بوده و به نظر من بسیار به شیوهی مثبت و ایجابی مورد قبول جامعه، حتی میتونم بگم به جرئت جامعه بین‌المللی و جامعه جهانی قرار گرفته، برای اینکه علیرغم تمام انعکاس وسیعی که جنبش کنونی ایران در افکار عمومی و در رسانه‌های جهانی پیدا کرده، بخصوص این مسئله اعتصاب عمومی در کردستان برجستگی خاصی پیدا کرده. بله، ممنون از شما رفیق احمد از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و در این برنامه شرکت کردید. خواهش میکنم. منم ممنونم از اینکه از من دعوت کردین و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنون از شما. میریم سراغ یکی دیگه از مهمونامون، رفیق مینو درخشان. رفیق مینو، خیلی خوش اومدید و ممنون از اینکه دوباره دعوت ما رو پذیرفتید. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، خیلی ممنون که این وقت رو به من دادین. رفیق خزان بفرمایید. رفیق مینو، اعتراضات اخیر در ایران در حال گسترشه. همین شب گذشته به دانشگاه صنعتی شریف حمله کردن و تعداد زیادی از دانشجوها رو بازداشت کردن. نظر شما در این مورد چیه و پیامتون برای مردم، به خصوص مردم کردستان، در خصوص ادامه اعتراضات چی میتونه باشه؟ ببینین این حرکتی که در واقع با به قتل رسیدن مهسا یا ژینا امینی صورت گرفت، شروع شد، تبلوری بود از تمام خشم، ستم و فشاری که جامعه ایران در این 42 سالی که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی حاکم شده
در واقع نشون داد از خودش. میخوام بگم که یعنی مهسا اسم رمز این حرکت شد به علت اینکه زن بود، به علت اینکه ستمی که بر زن رفته بود در این 42 سال درش خلاصه شده بود، به علت اینکه از کردستان بود، دختر جوان کردی بود که در واقع سمبل ستم بر ملیت ها و اقوام مختلف ایرانی رو در واقع پرچمدار بود. این بود که این شرایط باعث شد که تماما در این قتل حکومتی دختر جوانی که از اومده بود برای به هر حال چند روزی اومده بود مهمان شده بود در تهران و خصوصا در تهران این اتفاق افتاد و این ظلم فاحش بر این مهسای عزیز رفت. این خود به خود یک خشم عظیمی رو در مردم دوباره فوران کرد. الان بخوایم که نگاه کنیم که ما در چه شرایطی قرار گرفتیم از این در عرض این 16 روزی که اگه اشتباه نکنم 16 روزی که از این تاریخ میگذره، میبینیم که خیزش مردم برای سرنگونی این رژیم و به دست آوردن حاکمیت سیاسی سرنوشت خودشون به سرعت پیش رفته در عرض این 16 روز. یعنی باور نکردنیه. مردم با شعارهای رادیکال و نقطه در واقع حملهشون به کل ساختار این رژیم و ستمی که بر زن رفته، ستمی که بر ملیت ها رفته، ستمی که بر مردم در این 42 سال گذشته دارن این رو عنوان میکنن. در واقع الان بعد از این که شما اشاره کردین دیروز یک شنبه اتفاقی که در دانشگاه شریف افتاد. دانشگاه شریف یعنی فکر میکنم میتونیم بگیم نخبه ترین جوانهای ما در این دانشگاه دارن وارد شدن. کسانی که اگر هر یک از اینها بیان تو این ور دنیا، بیان تو این کشورهای غربی، میتونن به درجات خیلی بالای به هر حال زندگی و شغلی و اینها برسن. ببینین در اونجا به چه سرنوشتی دچار میشن که باید دانشگاه برای اعتصابی که دانشجوها کرده به خون کشیده بشه. به هر حال یه سری عوامل چماقدار و نمیدونم جیره‌خوار این رژیم بیان به دانشجوهای نخبه ما به این شکل حمله بکنن. اما میخوام اینجا این جنبندی رو بکنم که امروز ما یک ترکیبی از اعتراضات رو ببینیم. میخوام بگم یعنی چقدر سریع ما رسیدیم به این نقطه که این ترکیب از اعتراضات خیابانی، پیوستن دانشگاه ها، پیوستن دانش آموزان، اعتصاب سراسری که دو نمونه بارزش رو در کردستان داشتیم اخیراً و دستاوردهای خیلی خوبی رو در واقع نشون داد در میدان مبارزه. و همچنین بعد از اون این کامیوندارها اعتصاب سراسری دادن. امروز من دیدم که خوشبختانه شورای صنفی فرهنگیان اعلام اعتصاب سراسری کردن و مطمئن باشین که در چند روز آینده ما میرسیم به اون جایی که مشارکت مراکز صنعتی در این اعتصاب سراسری رو ببینیم، یعنی پیوستن نیروی کار به اعتراضات خیابانی، در این حال که میدونیم که به هر حال نیروی کار ما همگام با مردم ایران در خیابان هستن، ولی به عنوان طبقه، به عنوان یک در واقع عضو منسجمی از این جامعه، حتما که ما این رو شاهد خواهیم بود. اینا مراحل بعدیه که به سرعت داره پیش میره. در این حال که میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی آنچنان سراسیمه شده و آنچنان به قولن آچمز شده از این همه فشاری که داره جامعه بهش میاره که همون داستان همیشگی چیزی جز سرکوب نداره. سرکوب خونینی که ما در
زاهدان دیدیم این چند روز اخیر به خاطر اعتراضات مردم به تجاوز یک عامل رژیم به یک دختر 15 ساله و به هر حال عمدتاً خشم و دردی که مردم بلوچستان دارن، همچنان که مردم کردستان دارن، همچنان که مردم در خوزستان دارن، عربهای خوزستان دارن، تمام این تحمیل ظلم و ستم 42 ساله رو دارن به هر حال وارد میدان میشن و از خودشون نشون میدن که چه جور میخوان، با چه توانی خواهند اومد و با چه توانی اتحاد و همبستگی خودشون رو با این مبارزات خیابانی به جلو خواهم برد تا این رژیم سرنگون بشه. رفیق مینو، به عنوان کسی که در خارج از کشور زندگی میکنید، میدونید که اخیراً بیش از 150 کشور در جهان در حمایت از اعتراضات ایران به خیابون اومدن. شما این اعتراضات رو چطور، این پشتیبانی ها رو چطور می‌بینید و به ما بگید چه تأثیری روی اعتراضات ایران میتونه داشته باشه؟ بله، در واقع فکر میکنم یکی از بزرگترین راهپیمایی ها در همین شهری که من زندگی میکنم در تورنتو بودش که خودم هم اونجا بودم، رفقامون بودن، احزاب و نیروهای چپ هم بودن، همراهی کردن این راهپیمایی رو. به تخمین پلیس محلی بیش از 50,000 نفر در این راهپیمایی شرکت کردند. این گروهی که فراخوان داده بودن در واقع عمدتاً بازماندگان خانواده های بازمانده از پرواز اوکراین که با موشک سپاه ساقط شد و تعداد زیادی رو به هر حال در اون هواپیما مسافران جانشون رو از دست دادن. عمدتاً اون مسافران از کانادا بودن، تعدادی هم در اروپا و اینها هستن. در نتیجه خانواده این بازمانده ها اینجا در کانادا هستن و در این مدت فشار خیلی زیادی به دولت کانادا، به کشورهای به هر حال غربی آوردن که این پرونده باید برای دادگاه جنایی بین‌المللی بره و جمهوری اسلامی باید جوابگو باشه. خب دیگه داستان خود مردم ما خوب میدونن، من لازم به تکرار نیست که در عرض چند ساعت چطوری آثار به هر حال این جنایتی رو که به وجود آورده بودن اینها از بین بردن و اینها خیلی فعالانه کار کردن تا اینکه به این نتیجه رسیدن که یک فراخوان عمومی بدن در حمایت از مبارزات حق طلبانه مردم ایران، مبارزین داخل به هر حال خیابان. اینها به هر حال خیلی خوب پشتیبانی شد. 150 کشور همینطور که گفتین در شهرهای بزرگ، حتی بگم شهرهای کوچیک هم، حتی جاهایی که حتی ساکنین ایرانیش بسیار اندک بودن، ولی با استقبال زیادی از به هر حال مردم خارج کشور، نه تنها ایرانی‌ها، کامیونیتی های مختلف، به هر حال این راهپیمایی انجام شد. تاثیر چنین راهپیمایی های این هستش که ما میتونیم افکار عمومی جهانی رو با آنچه که در ایران داره میگذره توجهشون رو جلب بکنیم و همچنین فشار بیاریم به دولت‌های غربی که مماشات نکنین با این رژیم تروریست و جنایتکار ایران. نریم بشینیم پشت میز مذاکره برای مسائل اتمی. دعوت برای چه بهشون به رئیسی جلاد ویزا میدیم که بیاد توی آمریکا، بره توی UN و شما بشینین دوش به دوش، رو در رو باهاش مذاکره بکنین. مکرون از فرانسه، مثلا رئیس جمهور فرانسه و یا کشورهای دیگه. به هر حال این پیام رو ما باید، مردم خیلی خیلی از این مسائل اینجا عصبانی هستن، از این مماشاتی که دولت‌های غربی دارن با جمهوری اسلامی میکنن. عمدتاً هم مسئلهشون همین مسئله به نتیجه رسیدن انرژی اتمی. من میخوام واقعا بگم که آخه
مردم ایران که بمب اتم نمیخوان، مردم ایران که جنگ نمیخوان، مردم ایران که نمیخوان کشوری رو از روی زمین به نابودی بکشونن. در نتیجه بهترین راه برای رسیدن به صلح و آرامش در منطقه، در دنیا، برداشتن این رژیمه. اگر که این کشورهای غربی، این منظورم دولت‌هاشون، بیان به هر حال پشتیبانی بکنن اون چیزایی رو که مثلا یکی از خواسته هایی که همین راهپیمایی ها خواستن این بود که سفرای اینها رو از که سفارتخونه هاشون، سفرای ایرانی رو اخراج بکنین. کسایی که اومدن از وابسته های این رژیم که اومدن سرمایه های دزدیده شده و غارت شده این ملت رو بردن این طرف، بچه هاشون رو نمیدونم زن و بچه هاشون رو اینجا فرستادن، اینها رو اخراج بکنی. چیزای خواسته هایی رو مطرح کردن که ما واقعا از انتظار داریم که دولت های غربی بتونن انجام بدن و انجام بدن در پشتیبانی و حمایت از مبارزات داخلی مردم ایران. بله، ممنون از شما رفیق مینو برای اینکه در این برنامه شرکت کردید. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادیم. موفق باشید. ممنون از شما رفیق مینو درخشان، کادر حزب کمونیست ایران. عزیزان، بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه دوباره در خدمتتون خواهم بود.
با سلامی دوباره حضور شما عزیزان. در این قسمت از برنامه زنده رفیق برهان دیوارگر با ماست. رفیق برهان خیلی خوش آمدید و ممنون از اینکه دعوت منو برای حضور در این برنامه پذیرفتید. درود بر شما و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون CPI. رفیق برهان، من از شما این سوالو دارم که در اطلاع هستید که چهارشنبه هفته گذشته مقرات مرکزی احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی در اقلیم کردستان مورد حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. سوالم از شما اینه که چرا سپاه پاسداران به مقرات احزاب کرد ایرانی حمله کرد و کماکان این تهدیدها رو داره هر روز انجام میده و که گویا قصد تکرار دوباره موشکباران. هدف از این تهدیدها چیه و قصد سپاه پاسداران در حالی که ایران بیشتر شهرهاش حالا خروشان شده و اعتراضات زیادی در شهرها در حال برگزاریه، به نظر شما هدف سپاه پاسداران از تهدید احزاب اپوزیسیون در اقلیم کردستان چی میتونه باشه؟ بله، ببینید نطفه این اعتراضات در کردستان زده شده. جمهوری اسلامی دشمنی خاصی با کردستان داره، با مردم کردستان داره. از همون روزهای آغازین حکومت ننگین جمهوری اسلامی مردم در یک رفراندوم یه نه بزرگ به جمهوری اسلامی گفتن. جمهوری اسلامی خوب میدونه که تو کردستان نمیتونه هیچ جایگاهی داشته باشه. این اعتراضات که متاسفانه با قتل ژینا امینی دختر کرد سقزی در تهران در سقز آغاز شد، خیلی سریع مثل اینکه بنزین روی آتش بپاشی به سراسر ایران سرایت پیدا کرد. اعتراضات رژیم خیال میکرد در یکی دو روزه میتونه خنثاش کنه، پراکنده است مثل اعتراضات قبلیه، ولی خشم خروشان مردم، خشم خفته مردم بیش از 42 سال بود که درونشون لانه کرده بود سر باز کرد. تبدیل شد به یک طوفان کوبنده، یک طوفان خروشنده که غیر از سرنگونی جمهوری اسلامی به هیچی رضا نداد. اعتراضات پراکنده نبود، گسترش پیدا کرد، به بیش از 140 تا 150 شهر ایران گسترش پیدا کرد. از همه طیف توش وجود داره، از هنرمند، ورزشکار، بازاری، هیچ طیفی نیست که تو این تظاهرات و اعتراضات شرکت نداشته باشه. پایه های رژیم رو به لرزه در آورده. قبلا یه اتفاقی می افتاد، آخوندهای ریز و درشت سران جمهوری اسلامی در تلویزیون ظاهر می شدن، نطق می کردن، سخنرانی می کردن، آسمان ریسمان و هم می بافتن، ولی الان 2 هفته است مردم دارن کشتار میشن. صدا از خامنه‌ای در نیومده، از رئیسی در نیومده. سعی کردن مثل اعتراضات قبلی به اینو به کشورهای خارجی منتسب کنن، بگن از جاسوس آمریکا و اسرائیل و مردم تو این اعتراضات شرکت ندارن، ولی مردم گوش ندادن. جمهوری اسلامی برای اینکه ذهن مردم رو منحرف کنه اومد موشک باران و با پهپادهای ساخت خودش که اومد اردوگاه‌های مقرات مرکزی کومالا و دموکرات و احزاب اپوزیسیون تو کردستان عراق تو حکومت حرم بمباران کرد. متاسفانه تعداد زیادی جونشون از دست دادن، تعداد زیادی زخمی شدن. رژیم سعی کرد با این تاکتیک ذهن مردم رو منحرف کنه، به بهانه احزاب رو وادار کنه نیرو بفرستن داخل، یه جنگ را بیفته و به بهانه دستش در سرکوب باستر باشه، بگه آقا ما جنگ نمیخوایم، کردها دارن جنگ میکنن، احزاب دارن این اعتراضات رو سازمان میدن، به ما ربطی نداره، به مردم ربطی نداره. خواستن به این بهانه مردم مرعوب کنن، ولی نتونستن. مردم اعتراض کردن. اعتصاب عمومی که به ابتکار کومالا و حمایت احزاب کردستانی دیگه و چند حزب دیگه برگزار شد نشون داد که مردم فریب جمهوری اسلامی رو نخوردن و نخواهند خورد و به حمایت خودشون از فرزندانشون، از مردمشون، از خاکشون، از همشون، از تمام خواسته و مطالبهشون ادامه خواهند داد. رژیم سعی کرد با این بمباران ذهن مردم رو منحرف کنه، بلکه این اعتراضات ساکت بشه. سعی کرد لاپوشانی کنه، سعی کرد این اعتراضات رو به بیراهه ببره، ولی خوشبختانه نه تنها به خواسته خودش نرسید، اعتصابات بسیار گسترده تر شده
و در بیش از 150 شهر جهان، شهر کوچک و بزرگ جهان، این اعتراضات سازمان یافته، اجرا شد. و فراتر از همه اینا، اعتراضات در کشورهایی که مرکز اقتدار جمهوری اسلامی مثل عراق و لبنان، مثل هر کشوری که به نحوی دست جمهوری اسلامی بهش رسیده، دچار جنگ نیابتی، ترور، خشونت، کشتار، جنگ فرقه‌ای و مذهبی شده. الان تمام مردم به نحوی امیدشون به این اعتراضات مردم ایرانه که بلکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه و به نحوی دست جمهوری اسلامی از سر مردم کوتاه بشه و منطقه حداقل روی آرامش و حتی در کوتاه مدت هم ببینه. رفیق برهان، اعتصابی که روز شنبه 9 مهر ماه به فراخوان کماله و چندین حزب سیاسی کردی در اقلیم کردستان فراخوان داده شده بود، جواب روشنی از مردم کردستان گرفت. به نظر شما این اعتصاب چه پیامی برای مردم جهان، برای سرکوبگران رژیم داشت؟ بله، مردم کردستان سابقه اعتصابات بزرگی دارن. فکر کنم اشارم کردم، اگه ببینیم کوچ تاریخی هم مردم مریوان یا فراخوان بود که کومله سازمان داد و به موفقیت بزرگ تبدیل شد و دهها اعتصاب دیگه در کردستان شاهد هستیم که سازمان داده شده و مردم با روی گشاده و بسیار باشکوه از اون استقبال کردن و این اعتصاب‌ها را پوشش دادن. این اعتصاب فقط مختص به کردستان نبود، تو تمام شهرهای دیگه ایران رو تحت تاثیر قرار داد. هرچند اون شهر اعتصاب به اون صورتی که تو کردستان بود برگزار نشد، ولی تو بلوچستان هم بود، تو شهرهای دیگه هم بود. ولی اعتراضاتی که مردم تو شهرهای دیگه انجام دادن، تو همان روز در دانشگاه‌های بزرگ ایران، تو شهرهای مختلف مردم اعتراض کردن، از کردستان حمایت کردن. شعاری که تو اکثر تظاهراتایی که تو خارج کشور برگزار میشه میگفتن کردستان چشم و چراغ ایران. اعتصاب تو در عرض 12 و در عرض 2 هفته 2 تا اعتصاب بزرگ که 100% با موفقیت برگزار شد، این پیامو صادر کرد که مردم کردستان به هیچ نحوی سر سازگاری با جمهوری جنایتکار اسلامی ایران رو ندارن، به هیچ عنوان روی موافق بهش نشون نمیدن. در صورت هر گونه جنایتی به پا خواهند خواست و اعتراض خودشون نشون خواهند داد. اعتصابات قطعا تأثیر رو اعتراضات دیگه شهرها داشته، مردم دلگرم کرده، به نحوی که الان کردستان هر جا هر اعتراضی، هر تظاهراتی میشه اشاره به کردستان میشه، به موفقیت اعتراضات، اعتصابات، تظاهرات و پایداری که مردم کردستان در این 44 ساله دارن در مقابل جمهوری اسلامی انجام میدن به نحوی الگو شده برای مردم. برخلاف تبلیغاتی که جمهوری اسلامی همان اوایل که چند شبکه کوچک تلویزیونی بود محدود در اختیار رژیم بود و چند تلویزیون و رادیو که دیگه شبکه اجتماعی وجود نبود، رادیو تلویزیونی در اختیار مردم نبود به صورت آزاد، 42 سال تبلیغ میکنه که مردم کردستان آدم میکشن، سر میبرن، جنگ طلبن، خشونت طلبن. به این بهانه نه سرمایه گذاری تو کردستان شده، به بهانه ناامنی و جنگ مردم از همه چی محروم کرده. برای مردم ثابت شد که مردم کردستان نه تنها جنگ طلب نیستن، بلکه خیلی مخالف خشونت هستن، صلح طلب هستن و اگر جمهوری اسلامی به خواسته های آنها با خشونت جواب ندهد، هرگز خشونت به کار نمیبرن و بلکه خیلی مردم صلح طلب و آرامی هستن و این شایعات و این تبلیغات منفی که جمهوری اسلامی در این چند سال انجام داد همه برباد رفت. رفیق برهان، پیامتون برای مردم کردستان چیه؟ من خودم در اون حد نمیدونم که پیامی بدم، ولی این میدونم که این اعتراضات جمهوری اسلامی رو به شدت نگران کرده. مردم قبلا نمیتونستن جنایت‌های مثلا یکی از فرمانده‌های اسپاه توی شهری 10 نفر آدمی میکش، کسی جرئت نداشت تو دهه 60 بیاد اعتراض کنه، چون که تمام خانواده‌شو میکشتن، تمام شهر قتل عام میکردن. ولی الان به دختر 15 ساله یکی از فرماندهان بزرگ نیروی انتظامی تو بلوچستان تجاوز میکنه، مردم اعتراض میکنن.
میان در یک روز جمعه با شلیک مستقیم وسیله تک‌تیراندازا به سر و قلب مردم 45 تا 50 نفر رو میکشن، صدها نفر رو زخمی میکنن، ولی مردم از اعتراض خودشون کوتاه نمیان، از خواسته هاشون کوتاه نمیان، میگن تا به خواستهامون نرسیم کوتاه نمیاییم. این مبارزات ثابت کرده که با اتحاد و همدلی و منسجم بودن مردم در یک صف میتونن تارترین و دیکتاتورین رژیم مثل ایران رو به زانو در بیارن. دیگه این ترفندای رژیم که هر بار به بهانه با دروغ و پراکنی و با شایعه پراکنی مردم رو به انواع اتهامات منتسب میکرد که مساجد آتش زدن، قرآن آتش زدن، مردم کرد حسینیه آتش زدن، این ترفنده دیگه جواب نمیده. مردم با اتحاد و یکدلی خودشون در یک صف متحدانه میتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و باید با یاری همدیگه همچنان که در حاضر موجوده و در اعتصاب کردستان نشون داد که مردم با یک فراخوان چجور تونستن رژیم رو به زانو در بیارن، نه پلم کردن مغازه ها، نه تماس تلفنی فرماندار شهرهای مختلف که خونه به خونه با مردم تماس میگرفت که اعتصاب نکنید، مغازه را باز کنید. هیچ ترفندی کارساز نبود و نشون داد که با اتحاد میتونیم هر کاری که بخوایم انجام بدیم. ممنون از شما رفیق برهان عزیز برای حضورتون در این برنامه. درود بر شما. سپاسگزارم. بله عزیزان، در خدمت رفیق کاوه الیاسی هستیم. رفیق کاوه، خیلی خوشحالم که مجددا در این برنامه شما رو میبینم. خیلی ممنون رفیق رضا. منم سلام دارم خدمت شما و دیگر همکاران در بخش تکنیک و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه. رفیق کاوه، اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 رو به خاطر دارید که بعد از چند روز سرکوب شدید این اعتراضات خوابید. حالا دلیلش چیه که اعتراضات به مرگ ژینا امینی که ابتدا با همین نام بود، یعنی اعتراض به مرگ ژینا امینی به حجاب اجباری بود، 16 روزه که علیرغم سرکوب شدید ادامه داره؟ چه چیزی باعث گسترش این اعتراضات شده؟ ببین رفیق رضا، جمهوری اسلامی با شهید کردن ژینای عزیز قلب نصف جامعه رو نشونه رفت و این به خودی خود یه انزجار و ظلم و ستمی که در طی چندین سال در دل زنان این جامعه جمع شده بود، با شهید کردن جان باختن ژینا مثل یه آتش‌فشان شعله‌ور شد، مثل یه آتش‌فشان انفجار کرد. بعداً هم اگه نگاه کنیم بجز به اصلاح اینی که زنان در میدون مبارزن، دختران در میدون مبارزن، با وجود اینی که نزدیک به 43 سال بهشون ظلم میشه، این جوانانی که در حال حاضر در صحنه مبارزه هستند جوانانی هستند، جوانان و نوجوانانی هستند که شبا وقتی از مدرسه برمیگردند یا از سر کار برمیگردند که به ندرت کار از در جامعه و که مشغول کار باشند، رخسار خسته و ناامید کننده به اصلاح مادران و پدرانشون که از بیکاری، از بی امکاناتی، از ظلم و زوری که از طرف جمهوری بهشون شده میبینن و این به خودی خود موجب این اعتراض بزرگ میشه که اعتراض رو شعله‌ورتر کرده. و اگه نگاه کنیم فقط زنان نیستن در میدون مبارزه، یعنی زنان و مردان آزادیخواه، جوانان آزادیخواه در همه خیابان‌ها، در سطوح مختلف مبارزه میتوان آنها را دید و مشغول مبارزه و احتراس هستند و جنبش رو به جلو میبرند. یعنی فرقش اینه که با خیزش‌های قبلی از جمله دهه 80 دهه 90 که دارای این چند خاصیتی است که بهش اشاره کردم و همزمان جمهوری اسلامی با یک قطب شدن
که همه اون جمعی که تقریبا تا اندازه غیر خودی بودن بعد از انتصاب رئیسی وارد فاز دیگه شده، مردم به خوبی همه این مسائل رو تشخیص میدن و بعد از 43 سال با استخون همه ظلم و ستم و فشارهایی که سیستم بر اون آورده درک میکنن و قدم برداشتن برای تغییر اساسی. و همون جوری که شما هم گفتین نزدیک به 16 روز مدام مردم با همه سرکوبایی که جمهوری اسلامی به اصطلاح به کار گرفته، مردم و جوانان مرعوب نشدن، صحنه مبارزه رو ترک نکردن و همچنین دانشجویان و تا اندازه بازاریان، پدر و مادرها در سطوح مختلف بهشون پیوستن. اگه نگاه کنید مثلا در تقریبا با جان باختن مهسای عزیز 24 ساعت طول نکشید، اعتراضات تقریبا اغلب استانهای کشور رو در بر گرفت. بعد از 16 روز میتوان الان گفت اکثر، یعنی شما به ندرت میتونی یه شهری رو اسم ببری که اعتراض درش نشده باشه و این اعتراضات هم نه این که پس رفت کرده بلکه پیشرفت کرده. مثلا شبا به محض اینی که مردم هوا تاریک میشه، جوانان و نوجوانان و مردم که احساس میکنن در اون موقع کارساز دارن، اعتراضات خیابونی را ادامه میدن و در طی روز دانشجویان در اکثر دانشگاه‌های ایران به اعتراض و به اصلاح فرموله کردن خواسته‌های جنبش یا خیزش میپردازند. خب این یه تاکتیکیه که مردم در صحنه مبارزه به خوبی درک کردن و میدونن چجور ازش استفاده کنن و جای خوشحالیه و حتما پیشرفت میکنه این خیزش. رفیق قاوه، مطلع هستی که طی یک هفته 2 اعتصاب عمومی شکوهمند در کردستان و حمایت و پشتیبانی شهرهای دیگه از این اعتصاب صورت گرفت. حالا صحبت هم اینه که خیلی از شخصیت‌های سیاسی که حالا اینجا مناسب نیست اسمشون رو بیاریم، ادعا داشتن که اعتصاب عمومی جواب نمیده و نباید مردم رو تشویق کرد که به خونه هاشون برن. چه وجهی، چه مزیتی اعتصاب عمومی دارین که مغازه‌دار مغازه‌شو ببنده، دانشجو سر کلاس نره، دانش آموز مدرسه ها رو تعطیل کنه و کارمندان دولتی سر کارهاشون حاضر نشن؟ چه مزیت، این خودش یکی از انواع اعتصاب، چه مزیتی این نوع بر سایر اعتراضات دیگه داره اعتصاب عمومی؟ ببین رفیق رضا، مبارزه کردن تاکتیک های خودش رو داره و بستگی داره که احزاب، جامعه، سازمان ها، شخصیت های سیاسی در کدوم مقطع کدوم از این تاکتیک ها یا ابزار مبارزه رو به کار میبرن. یعنی به این معنی که در چه موقع کدوم کارسازتره. برای همینم که هم جامعه کردستان و هم سازمان های کردستانی از جمله کومل سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران به خوبی اینو تشخیص داده که در چه موقع کدوم تاکتیک جوابگوتره، خوبتر برای مردم، کم هزینه تره. اون به همین دلیله، یعنی دو مسئله جدا از هم نیستن، دو روی سکن میتوان گفت، یعنی هم اعتصابات هم اعتراضات، ولی بستگی داره کدومو در کجا به کار بگیری. ببینید در مقطعی که جمهوری اسلامی کردستان از اول سر کار اومدنش تا به امروز خط قرمز بوده براش و از هیچ چیزی دریغ نکرده برای سرکوب مردم کردستان، خب معلومه یه سازمانی، حزبی مثل کومل سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران و همزمان با مشورت با مردم در داخل و سیاسیکاران اینو به خوبی تشخیص دادن که در هر مرحله برای هر یکی از این ابزارها و تاکتیک‌های مبارزاتی دست نبرن. چرا که میتونه در مقاطع خانمانسوز باشه، میتونه در مقاطع مردم رو نه به جلو ببره بلکه پسرفت کنن، بلکه مردم تلفات بدن. یعنی شما اگه نگاه کنید این اعتصاب آخری
با وجود این که تقریبا 1 هفته از اعتصاب قبلی گذشته بود به خوبترین جوابی رو گرفت. یعنی از این دیگه خوبتر نمیشه انتظار داشت. همه مردم کردستان ایران در همه مردم، بازاری، کارگر، دانشجو، دانش آموز، زنان، هر چی که تو اسمشو بذاری سر کار نرفتن، بیرون حتی نرفتن برای تهیه کردن به اصطلاح ضروریات روزمره شد. خب این معنیش اینه که مردم هم اونو تشخیص دادن. یعنی شخصیت‌های سیاسی، احزاب به خاطر اینی که احزابن، به خاطر اینی که مبارزه کردن، نمیتونن هر چیزی رو به مردم بقبولونن، چون که احزابن، چون که سیاسی کارن. مردم هم خودش تشخیص داره، مردم هم میدونه به پای کدوم تاکتیکا بره، به پای کدوم نره، کدوم وراش هزینه برداره. یعنی منظور اینه که احزاب، سازمان ها، سیاسی کارا بتونن مبارزه رو 1 قدم جلوتر ببرن و مردم رو یعنی کارهایی بکنن که مردم بیشتر به توان خودش پی ببره، تا این که مردم رو دچار ضربات و یا تلفات بیشتر بکنن. برای همین بود که اعتصاب در حین حاضر و در چنین مقطعی بهترین جواب رو میتونست بده. یعنی به جمهوری اسلامی بگه که شما بچه های ما، بچه همسایه ما، بچه فامیل ما در هر کجا که باشه پیشمرگه، شما نمیتونی به اون آسونی بمبارانش کنی. به همزمان مردم توان خودشون رو محک بزنن، به اصلاح بفهمند، تجزیه و تحلیل کنن این مسئله رو. همزمان به جمهوری اسلامی بگه که ما در این سطح وسیع اعتصاب میکنیم، نه اینی که بگیم شما عقب برید، بلکه بگیم شما را 1 قدم به لب پرتگاهی که میخوایم به زباله‌دان تاریخ و سپارمتون نزدیکتر میکنیم. رفیق کاوه، پیامتون به عنوان آخرین سوال، پیامتون برای مردم کردستان؟ میتونم فقط اینو بگم، دست مردم کردستان درد نکنه در همه سطوح برای افزودن یه برگ دیگر خیلی رنگین به صفحات کتاب مبارزاتی و انقلابیشون جای بالندگیه. خیلی ممنون از شما هم برای دعوت من به این برنامه. من هم از شما ممنونم برای حضورتون در این برنامه. خیلی ممنون. ممنون رفیق کاوه. بعد از یک میان برنامه دوباره در خدمتتون خواهم بود.
حجاب اختیاری شرافت حمایت استاد با شرافت حمایت استاد با شرافت حمایت بترسید ما همه با هم هستیم 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 آزاد باید گردد دانشجوی زندانی آزاد باید گردد دانشجوی زندانی آزاد باید گردد زنده رفیق خلمت پایبندی عضو کمیته مرکزی کومله از طریق تماس تلفنی با ماست. رفیق خلمت، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با سلام و درود به خدمت شما رفیق رضا و همه همکاران تلویزیون عرض ادب و احترام دارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. بفرمایید در خدمتم. رفیق خلمت، مطلع هستید که چند روز پیش، یعنی روز چهارشنبه، مقرات مرکزی احزاب سیاسی کرد ایرانی در اقلیم کردستان مورد حمله پهپادی و موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت. سپاه پاسداران چرا این کارو کرد و آیا این حملات تأثیری در اعتراضات ایران هم داشت؟ بله، اجازه دهید من اول پیام تسلیت خودم را به خانواده ژینای امینی عزیز و همه کسانی که در این خیزش انقلابی ایران جان باختند تسلیت عرض کنم و برای تمام زخمی ها آرزوی بهبودی و سلامتی. رخ اینجوریه، جمهوری اسلامی هر وقتی در منگنه قرار میگیره و هر وقتی در تنگنای مبارزاتی مردم قرار میگیره دست میزنه به این کارهایی که به اصطلاح خودش انتقام جویانه و شروع میکنه به تلافی کردن. خیزش انقلابی مردم کردستان و خیزش انقلابی مردم ایران برای جمهوری اسلامی باری سنگین بود و جمهوری اسلامی را در یک تنگنا و آشپز قرار داد. این از یک طرف. فراخوان اعتصاب عمومی توسط کومله و احزاب کردستان برای کردستان یک فراخوان اعتصاب عمومی با موفقیت انجام گرفت، از ایلام و کرمانشاه گرفته تا شمالی ترین نقطه ایران منطقه آذربایجان غربی این اعتصاب موفقیت آمیز بود. برای جمهوری اسلامی قابل قبول نبود. جمهوری اسلامی به تلافی این اعتصابات اومد و دست زد به مبارزات مسلحانه و شروع کرد با پهپاد و موشک باران کردن مقرهای حزب دموکرات و زحمتکشان و همینجور حزب پاک. این نشانه ضعف و زبونی جمهوری اسلامیه که در مقطعی قرار گرفته که به میلیون ها انسان در سراسر ایران و در همه شهرها و در هر شهری در چندین منطقه شروع کردن به اعتصاب و خیزش و مبارزات انقلابی و برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. شعارهایی که در این مبارزات و در این خیزش انقلابی داده میشه شعارهای سیاسی انقلابی است و برای سرنگونی این رژیم جنایتکار است. این معلوم میشه. از همه مهمتر جمهوری اسلامی نگران یک ضعف بزرگی هست که خودش داره، اونم تمام قوا و توانش در این بود که با زنان ایران مبارزه میکنه و مسئله حجاب را دستاویزی کرده بود برای سرکوب زنان مبارز و زنان آزاده ایران. خوشبختانه این خیزش و این مبارزه با تلف شدن ژینای عزیز مبارزه انقلابی زنان ایران پیشرو شد و این مبارزه و این خیزش و این حرکت های انقلابی که الان شروع شده جلودار این مبارزات
آتش بزنه. این هر کدام از این دخترانی که روسرشون رو برمیدارن تار موشون یک گلوله ای هست به مغز خامنه ای، به مغز حکومت جمهوری اسلامی. این قابل قبول نبود برای جمهوری اسلامی از یک طرف. از طرف دیگر تمام شهرهای ایران، تمام دانشگاه‌های ایران و تمام دانش آموزان مدارس و امروز هم ابتدایی از شورای فرهنگیان بیرون اومده که از فردا اعتصابات عمومی در مدارس و در دانشگاه‌ها و در مراکز آموزشی شروع میشه. ما امیدواریم که این اعتصاب، این تظاهرات و خیزش انقلابی تبدیل بشه به یک اعتصاب‌های سراسری کارگری از تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مراکز صنعتی که بتونه رژیم را در یک حرکت انقلابی سرنگون کنه. از طرف دیگه شما متوجه هستید که در 2 روز گذشته در 150 کشور بیشتر از 150 شهر بزرگ جهان تظاهرات و اعتصابات شروع شده و این اعتصابات و تظاهرات پشتیبانی کننده تظاهرات و اعتصابات مردم کردستان و مردم ایرانه و امیدواریم که این خیزش انقلابی ادامه پیدا بکنه، مردم صحنه را خالی نکنن و مرتب مردم در خیابان‌ها حضور داشته باشند. معلومه انقلاب بالاخره تاوان میخواد، انقلاب ممکنه به قول قدیمی ها خون میخواد، ولی با جان دادن ژینا و امثال ژیناها و دانشجویانی که دیشب در دانشگاه شریف خیلی مظلومانه خونشون رو زمین ریختن، این امیدوارم این خونها باعث بشه که رژیم جمهوری اسلامی هر چه زودتر به زباله‌دان تاریخ بره و مردم ایران نفسی عمیق، نفسی راحت بکشن و به آزادی و به حقوق اولیه خودشون برسن. این آرزوی قلبی ماست و ما برای مردم ایران، به مردم کردستان، به مردم سیستان و بلوچستان تبریک میگیم که همیشه در صحنه حاضر و در این خیزش انقلابی فعالانه شرکت میکنن و سینه‌شون سپر کردن در مقابل گلوله‌های جمهوری اسلامی. برای همگی شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم این خیزش انقلابی سرانجامش به یک انقلاب کارگری تبدیل بشه و مردم نجات پیدا کنن از وضعیتی که 43 ساله بر آنها حاکمه. ممنون رفیق خلمت. فقط در آخر پیامتون برای مردم کردستان چیه؟ من از اینجا از تمام مردم کردستان قبل از هر چیز تشکر میکنم، قدردانی میکنم، از مریضات میگم که تونستن در یک اعتصاب سراسری کاملا تعطیل به فراخوان‌های تشکیلات کمره و باقی تشکیلات‌های کردستان جواب مثبت بدن. این جای قدردانی است. این مردم 43 ساله در زیر یوغ جمهوری اسلامی زجر و عذاب می‌کشند. این اعتصاب عمومی جوابی بود به جمهوری اسلامی و در پشتیبانی از تظاهرات و خیزش انقلابی مردم ایران. بار دیگر از مردم کردستان قدردانی میکنیم، تشکر میکنیم و برایشون آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم همچنان مثل همیشه در صحنه حضور داشته باشند تا بتوانیم همگی با هم و با مردم ایران با پشتیبانی کارگران و زحمتکشان رژیم جمهوری اسلامی را به زباله‌دان تاریخ بسپاریم. بله، ممنون از شما رفیق خلمت پایبندی، عضو کمیته مرکزی کمله. خیلی ممنون از شما که به من وقت دادید. خسته نباشید. براتون آرزوی موفقیت دارم. ممنون از شما. بله عزیزان، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از رفیق شورش کریمی، عضو کمیته مرکزی کمله. رفیق شورش، خیلی خوش اومدید. ممنون از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. منم سلام دارم خدمت شما و رفقای پشت صحنه و بینندگان عزیز. رفیق شورش، با شناختی که من از شما دارم، در زمانی که در ایران زندگی میکردی فعال کارگری بودید. الان سوالم اینه که فکر نمی کنید فعالین کارگری در ایران در خصوص اعتراضات یک مقدار کمکاری کردن؟ شورای صنفی فرهنگیان معلمان فراخوان اعتصاب دادن برای روز سه‌شنبه. فکر نمی کنید
فعالین کارگری میتونن با فراخوان اعتصاب دادن به خصوص صنایع کلیدی مثل پتروشیمی یا حمل و نقل برون شهری و درون شهری یا کارگران خدماتی اگه به این اعتصاب بپیوندن، هم روند رسیدن به پیروزی سریعتر میشه و هم راه انقلاب هموارتر. حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته امکان اینکه تشکل واقعا توده‌ای کارگری به وجود بیاد که بتونه نمایندگی خیلی از مردم رو بکنه اجازه به این کار نداده. چیزایی که ما داریم به عنوان تشکل‌های کارگری تشکل‌هایی بودن که برای واقعا مقاومت کردن در مقابل این سیستم، مقاومت کردن که این فرهنگ به هر حال کارگری، اعتصابات کارگری، تشکل‌های کارگری، ادبیات کارگری و فعالین کارگری رو بتونن درون این جامعه همچنان نگه دارن. برای اینکه ما بتونیم در اون ابعادی که جنبش کارگری مورد نظر ماست بتونه جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه، ما باید این روند رو بگیریم که الان شروع شده. یعنی مردم سیاسی شدن، در میدان مبارزن و ناامید شدن از حکومت اسلامی و آمادن برای اون جان بازی کنن. از این دوره رو میتونیم تعمیم بدیم. اون تشکل‌هایی که 43 سال مبارزه کردن، فعالیت کردن، مقاومت کردن، زندان رفتن، جمهوری اسلامی اعدامشون کرد، از بینشون برد در زندان، این روند رو گسترش بدیم به تشکل‌های بزرگ توده‌ای، بخصوص که کارگران حلقه شکست جمهوری اسلامی هستند در ابعاد میلیونی. الان شما اشاره کردید که برای فردا معلمین برای یک اعتصاب بزرگ و سراسری سه‌شنبه رو اعلام کردن و تصور ما اینه که تعداد زیادی از دانش آموزان و معلمین در این اعتصاب شرکت میکنن. مهم اینه که به هر حال معلمان در یک بودی سازمانی یافته ترن. اونا به هر حال به دلیل اینکه در شهرهای مختلف تعداد زیادی رو سازمان دادن، سازمانهای محلی خودشون رو درست کردن، تعداد زیادی از معلمین فعال رو که به هیچ وجه با این جمهوری اسلامی کنار نیامدن، حتی تعداد زیادی از اونا در زندانها هستن. به هر حال این تشکل بزرگ رو به وجود آوردن که ما در چند ماه گذشته یا در سالهای گذشته تعداد زیادی از این اعتصابات رو از اونا دیدیم و انتظار این که به هر حال جنبش کارگری در این ابعاد بیاد، من فکر میکنم در آینده امکان همچین حرکت هایی هست، ولی الان به دلیل این سرکوب گسترده‌ای که در حق جنبش کارگری اعمال شده در این ابعاد نمیشه این انتظار رو داشت. رفیق شورش، اعتراضات فقط به محدوده جغرافیایی ایران محدود نشد، یعنی فراتر از مرزها بود. در بیش از 150 شهر بزرگ جهان این اعتراضات صورت گرفت، از اعتراضات ایران حمایت شد. شما این اعتراضات رو چطور میبینید و این اعتراضات چطور میتونه حمایت ها و پشتیبانی ها چطور میتونه تأثیر مثبتی روی اعتراضات ایران داشته باشه؟ حقیقتش اینه که افکار عمومی، من حداقل از دید من افکار عمومی اون جامعه است، بخش پیشرو مترقی اون جوامع، احزاب سیاسی چپ و مترقی اون جامعه است که خواهان همبستگی با مبارزات هستند، خواهان یک دنیای بهتر، خواهان دموکراسی، خواهان حق و حقوق برابر برای زنان، خواهان حقوق برای کارگران، برای بچه‌ها، برای محیط زیست، برای اینها هستند. منظور من از به هر حال افکار عمومی سازمان‌های پیشرو، مردم پیشرو درون این جوامع هست و به هر حال تأثیرات زیادی هم داشته. اینا میتونن با ما به هر حال در رسانه‌های اجتماعیشون این رو بازتاب بدن. تصویری که همیشه از میدیاهای مسلط در این جوامع بوده، تصویر ایرانی که همه مذهبی ان با ریش‌های بزرگ، این تصور رو در هم میشکنه که در جامعه‌ای که در آسیا یا در به هر حال خاورمیانه است، زنها به این قدرت، زنهای قدرتمندی که به هر حال در مقابل یک حکومت ستمگر، یک نظام سیستماتیک سرکوب و تبعیض ایستادگی میکنن و مبارزه میکنن، یک همچین تصویری از زن رو در ذهن این اجتماعها به وجود میاره.
میتونن الگوهای به هر حال بحث‌های نظری رو در این زمینه پیش بکشن، میتونن ما رو در آلترناتیو هایی که در آینده میتونه شکل بگیره، از خطراتی که میتونه وجود داشته باشه، از به هر حال پشت پرده کارهایی که بعضی از جریانات باند سیاهی میخوان برای آینده ایران داشته باشن، اینها میتونن در این عرصه ها ما رو کمک بکنن و به هر حال مبارزات زنان ایران رو برجسته بکنن و همبستگی خودشون رو با این جنبش ها نشون بدن. همون مثالی که برای زنان در روژاوا یا مردم کردستان که در مقابل داعش مبارزه میکردن، با اومدن در خیابانشون و افکار عمومی تونستن به هر حال قدرت‌های بزرگ رو به پشتیبانی این جنبش، یعنی همبستگی، نه اینکه برن اونجا خودشون مبارزه بکنن، ولی همبستگی، امکانات برای اونا فراهم کردن، حتی رفتن و درون اون جنبش مشارکت داشتن، اقداماتی که بود که افکار عمومی مترقی این جوامع به هر حال برای روژاوا به ارمغان آوردن و تصور ما همینه از به هر حال مبارزات درین این کشور. رفیق شورش، به عنوان آخرین سوال پیامتون چیه؟ حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی همچنان میتونه به وسیله دستگاه سرکوبش مقاومت بکنه. یک دوره‌ای که مردم بتونن سازمان داشته باشن، مثلا برای اینکه یک چیز دقیق‌تر باشه، جمهوری اسلامی الان ارگان‌های متعددی داره، یک رهبری مشخصی داره، حتی دستگاه سرکوبش فرماندهی داره، بهش میگه امروز برو اون خیابون رو سرکوب بکن، یا امروز عقب نشینی بکن، یا دستگاه پروپاگاندا داره، دستگاه تدارک جنگی و اینا داره. مردم هم باید سازمان در مقابل این نظام سیستماتیک سرکوب نظام‌ها یا ارگان‌های رهایی بخش خودشون رو به وجود بیاره. چیزی هم نیست که یک روزه به وجود بیاد. الان گفتم جامعه سیاسی شده. این جامعه مثلا اگر به یاد داشته باشی در این 10-15 سال جامعه ایران به اندازه 100 سال پیشرفت کرده. من یادمه در دوران جنبش 88 ما هی شعار میدادیم در تهران مرگ بر دیکتاتور، مردم میگفتن الله اکبر میرحسین یا میرحسین موسوی. شعارها از این بود. به هر حال مردم در خیابانن، رادیکالن. این رادیکالیسم رو بشه در قالب تشکل‌های مدنی هدایت کرد. شکل‌های دیگری از مبارزه، مثلا اینکه دانش آموزان مدرسه‌ای رو می‌بینید که میرن عکس خمینی رو میکشن پایین، شعار می‌نویسن توش، حجاباشون رو در میارن، شعار میدن درون مدرسه، مردم بوق میزنن. در حال یک چیزهایی یا بحث کردن سر اینکه چجوری میشه این نظام رو سرنگون کرد و اگه سرنگونش کردیم چه چیزی باید سر کار بیاد. این بحث هایی که به هر حال یک قدم باید جلوتر رفت و این بحث ها رو به درون جامعه برد تا بتونیم به هر حال این حکومت رو نه تنها سرنگون بکنیم، یک جامعه بهتری رو بسازیم. ممنون از شما رفیق شورش کریمی، عضو کمیته مرکزی کمله. سپاس از شما. از شما ممنونم. عزیزان، بعد از یک میان برنامه کوتاه دوباره با شما خواهم بود. بله عزیزان، به آخرین گزارشی که به دستم رسیده در مورد اعتراضات اخیر توجه شما رو به اون جلب می‌کنم. همونطور که اکثر مهمون‌های امروز برنامه هم اشاره کردن، شب یکشنبه 10 مهر ماه لشکری از لباس شخصی‌ها به دانشگاه
شریف حمله کردند. دانشجویان معترض در محاصره قرار گرفتند، راههای منتهی به دانشگاه را مسدود کردند و بسیاری از دانشجویان هم بازداشت شدند. عده‌ای هم مجروح شدند. دانشجویان معترض دانشگاه شریف از بعدازظهر روز یکشنبه 10 مهر ماه در محوطه دانشگاه تجمع کرده بودند. پیش از این تجمع گفته میشه که بسیج دانشجویی اونها را تهدید به زدن کرده بودند. حکومت به سان حملات به کوی دانشگاه تهران در سال 78 نیروهای لباس شخصی رو برای سرکوب دانشجویان شریف فرستاده بود. یک روز بعد از سرکوب خونین دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف، یعنی امروز دوشنبه، دانشگاه‌ها بار دیگر صحنه اعتراض و تظاهرات شد. علاوه بر خواست‌های تاکنونی محکومیت سرکوب در دانشگاه شریف و همدردی و همبستگی با دانشجویان این دانشگاه به مطالبات و شعارهای دانشجویان اضافه شد، در حالی که شورای صنفی دانشجویان کشور همچنان خبر از بازداشت بیشتر دانشجویان رو میده. دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با تحسن و راهپیمایی و تجمع بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند. دانشجویان دانشگاه تهران امروز در محوطه دانشگاه دست به تحسن زدند. در بیانیه‌ای که از سوی این دانشجوها منتشر شده اومده که امشب همگان در بهت بودند. دانشجویان دانشگاه شریف در داخل دانشگاه خود در محیط دانشگاهی زیر شکنجه و شلیک و ویراژ موتورهای نیروی سرکوب بودند. دانشگاهایی که تا لحظه تنظیم این گزارش به سومین روز تحسن و اعتصاب سراسری دانشگاه پیوستند که تنظیم این گزارش هم حدود 1 ساعت پیش بود، عبارتند از دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی سجاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کردستان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشگاه یزد، دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دسفول، دانشگاه خواجه نصیر، دانشکده پرستاری یزد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه تهران مرکز سوهانک، دانشگاه خیام مشهد، دانشگاه سمنان، دانشگاه نجف آباد اصفهان، دانشکده دامپزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشکده برق، دانشگاه خواجه نصیر و دانشجویان دانشگاه الزهرا بودند که تا این لحظه به اعتراضات پیوستند. ایضا همچنین در همین روز، یعنی دوشنبه 11 مهر ماه، تعدادی از مدارس استان البرز در شهر کرج، خرم‌آباد و شیراز برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان دستگیر شده دست به اعتصاب و شعارنویسی زدند. این دانش آموزان اعلام کردند که به سیستم مسموم آموزشی و کشتار بیرحمانه همکلاسی‌های خود را محکوم می‌کنند و با پاره کردن صفحه اول کتاب درسی خود خشم و انزجار خودشون را نسبت به وضعیت کنونی نشون دادن. در این ارتباط گفته میشه که ماموران حراستی ادارات به مدارس البرز هجوم بردن و مدیران مدرسه رو مؤاخذه کردن، ولی نتونستن از اعتصاب و اعتراضات دانش آموزا جلوگیری کنند. در همین خصوص گروهی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین دست به تحسن زدند. در بیانیه‌ای که از سوی این زندانیان زن منتشر شده اومده که برای زنان، برای جوانان، برای دانشجویان، برای دانش آموزان، برای کارگران، برای معلمان، برای دگراندیشان، برای اقوام، برای اقلیت‌ها، برای کشته شدگان و برای تحقق آزادی و عدالت با مردم سرزمینمان همراه شدیم. اکنون در این زندان در همراهی به پاخواستگان و در اعتراض به کشتار و خشونت و بازداشت وسیع و شکنجه معترضان و حمایت از اعتصاب، تحسن و تجمعات خیابانی، امروز دوشنبه 11 مهر ماه در بند زنان زندان اوین و در حصار دیوارها و در پشت میله‌های آهنین به تحسن می‌نشینیم.
نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده، هستی امیری، ژیلا مکبندی، سپیده کاشانی، سپیده قلیان، ملیحه جعفری، الناز اسلامی، مهناز طراح، نازنین محمد نژاد، رها عسکریزاده و گلاره عباسی این بیانیه را امضا کردند. عزیزان، مصطفی نیلی وکیل دادگستری در توییتر خبر داد که روز دوشنبه 11 مهر ماه جمعی از وکلای دادگستری که در مقابل کانون وکلای فارس جهت هماندیشی و همبستگی با اعتراضات مردم تجمع کرده بودند مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه شماری از آنها زخمی شدند. مصطفی نیلی افزوده که پس از اون وکلا در داخل کانون فارس تجمع کردند. از بازداشت وکلای حاضر در تجمع هم فعلا اطلاعی در دست نیست. همچنین بهار هدایت و حسین معصومی، دو فعال دانشجویی با یورش نیروهای امنیتی به منزلشون بازداشت شدند و تاکنون از علت بازداشت این دو فعال دانشجویی هم اطلاعی در دست نیست. عزیزان، همونطور که در طول برنامه هم بهش اشاره شد، شورای هماهنگی پیرامون اعتصاب روز سه‌شنبه مورخ 12 مهر به مناسبت 5 اکتبر روز جهانی معلم و در همراهی با اعتراضات حق طلبانه مردم ایران بیانیه منتشر کرده که در بخشی از این بیانیه اومده در شروع سال تحصیلی جدید بسیاری از اساتید و معلمان و همچنین جمعیت وسیعی از دانش آموزان اعلام کردند که تا آزادی دانش آموزان و دانشجویان زندانی و بازگشتشان به کلاس‌های درس از رفتن به دانشگاه و مدرسه خودداری می‌کنند و یا در مدارس و دانشگاه‌ها اعتصاب خواهند نمود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از نیروهای نظامی و انتظامی دعوت می‌کند که به وظیفه اصلی خود که همانا حفظ جان و امنیت شهروندان است عمل نمایند و در کنار مردم معترض و عدالت‌خواه قرار بگیرند. نیروهای نظامی و انتظامی بهتر است حساب خود را از لباس شخصی‌های قاتل و سرکوبگر و آمران خشک مغزشان جدا ساخته تا در آینده نزدیک نزد وجدان خود و دادگاه مردمی شرمسار نشوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همراهی و همبستگی قاطعانه خود را با موج وسیع اعتراضات و اعتصابات عدالت‌خواهانه و حق طلبانه مردم ایران اعلام می‌دارد. امسال روز جهانی معلم یعنی 5 اکتبر در ایران همزمان شده است با یک تعطیلی سراسری. از همین رو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از معلمان و دانش آموزان می‌خواهد که در روز سه‌شنبه مورخ 12 مهر ماه با اعتصاب در مدرسه و خودداری از کلاس رفتن همبستگی و همراهی خود را با همه معترضان جان به لب آمده نسبت به بی‌عدالتی‌های حاکمیت نشان دهند. همچنین خاکسپاری نیکا شارمی توسط ماموران امنیتی انجام شده. نیروهای امنیتی اجازه دفن پیکر نیکا شارمی را در قبرستان صالحین خرم‌آباد ندادند و ساعتی پیش پیکر نیکا رو از آرامگاهش دزدیدند و به ویسیان، یک روستا در اطراف خرم‌آباد برده و در اونجا خاک کردند. نیکا شاکرمی نوجوان دانش آموز 17 ساله‌ای بود که در اعتراضات 29 شهریور ماه در بلوار کشاورز تهران بعد از اینکه روسریش رو آتش زد مفقود شد و پس از 11 روز جسدش را به خانواده‌اش تحویل دادن. همچنین آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی که در اینستاگرام درباره او اطلاع رسانی میکرد، اون هم بازداشت شده. عزیزان، در مدت این 16 روزی که اعتراضات در ایران در جریان بوده و هنوز هم در جریانه، بیشتر سران حکومت به خصوص علی خامنه‌ای سکوت کرده بودند و در پشت پرده سرکوب مردم را هدایت می‌کردند. ولی امروز علی خامنه‌ای طی سخنانی در مورد اعتراضات اظهار نظر کرده که من اینجا قسمتی از صحبت‌های علی خامنه‌ای را براتون میخونم. علی خامنه‌ای در اولین اظهار نظر رسمی خود در مورد حوادث اخیر در تهران
حرفای همیشگی خودش رو دوباره تکرار کرد. او میگه که من به صراحت میگم این اغتشاش ها و ناامنی ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران اونها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به اونها کمک کردند. وی با تاکید بر اینکه این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود گفت که اگر قضیه این دختر جوان هم نبود بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. علی خامنه‌ای با این سخنرانی یک بار دیگه نشون داد که نه چشمش اعتراضات مردم رو میبینه و نه گوشش فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور رو میشنوه. در برابر رهبری که کور و کره راهی نمیمونه جز اینکه صدای فریادهامون رو رساتر کنیم. عزیزان یک کلیپ ببینیم دوباره با شما خواهم بود. بله عزیزان، حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان و اعتصاب روز سه‌شنبه 12 مهر معلمان در همبستگی با مردم بلوچستان و کردستان و در حمایت از جنبش سراسری مردم ایران اعلامیه مشترکی منتشر کردند که به سماع نظرتون میرسونم. گسترش جنبش مردمی از طریق تظاهرات هر روزه خیابانی با اعتصابات سراسری دانشجویان، معلمان و مردم کردستان پایه‌های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است. تظاهرات گسترده ایرانیان خارج از کشور در بیش از 150 شهر جهان و حمایت گسترده زنان روژاوا، ترکیه، افغانستان، عراق و لبنان و همدلی هنرمندان و دانشگاهیان و ورزشکاران صاحب نام جهانی از این مبارزات توده مردمی با شعار محوری زن، زندگی، آزادی، جلوه‌های رهایی بخش آن را بیش از پیش آشکار می‌سازد. برای مقابله با موج گسترش یابنده اعتراضات و اعتصابات سراسری مردم ایران، حاکمیت سرکوبگر اسلامی برای نشان دادن قدرت خود روی ضرب و شتم بیرحمانه و دستگیری دانشجویان و به ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف متمرکز شده است. همزمان با این اقدامات جنایتکارانه، جمهوری اسلامی به گلوله باران مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان می‌پردازد. در کنار این اقدامات ددمنشانه با به رگبار بستن تظاهرات مردم بلوچ در زاهدان تلاش می‌کند تا نیروهای مسلح کرد و بلوچ را به واکنش نظامی وادارد و به بهانه جنگ مسلحانه جنبش فراگیر و آزادیخواهانه مردم ایران را به قدرت‌های خارجی منتسب کند و با متحد کردن جیره‌خواران خود و جلوگیری از تردید و تزلزل در نیروهای مسلح به قتل عام خونین‌تری روی آورد. هدف نیروهای سرکوب رژیم از این سیاست، کاهش شرکت هرچه وسیع‌تر مردم در مبارزه و جلوگیری از توده‌ای‌تر شدن جنبش و پیوستن بخش‌های هرچه بیشتری از مردم به خیزش سراسری علیه کلیت رژیم است. برای در هم شکستن این سیاست جنایتکارانه و برای هرچه توده‌ای‌تر شدن مبارزات مردمی، بهترین راه گسترش اعتراضات خیابانی و اعتصابات سراسری و کشاندن آن به محیط‌های کار، به ویژه در بخش‌های کلیدی اقتصاد همچون آموزش و پرورش، خدمات عمومی، حمل و نقل شهری و میان شهری،
نفت و پتروشیمی و غیره است. هر گونه اقدام و عملیات نظامی در شرایط کنونی چه در کردستان و چه در بلوچستان از سوی هر نیرویی مانع رشد و گسترش این جنبش اصیل مردمی و رهایی بخش خواهد شد و بهانه‌های لازم برای سرکوب خونین‌تر رو به دشمنان مردم میده. ما امضا کنندگان این بیانیه با حمایت همه‌جانبه از مبارزات انقلابی و درخشان مردم در سراسر ایران، از اعتصاب سراسری دانشجویان، اعتصاب معلمان در سه‌شنبه 12 مهر که توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوانده شده، ابتکار دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر در تعطیلی مدارس و پیوستن به روند اعتراضات و اعتصابات عمومی با تمام قوا حمایت می‌کنیم. ما از مردم ایران می‌خوایم که با دخالت فعال خود اجازه ندهند مزدوران سرکوبگر رژیم به محاصره دانشگاه و سرکوب و دستگیری دانشجویان ادامه بدهند. ما همه ایرانیان آزاده در خارج از کشور را فرا می‌خوانیم که از هر طریق ممکن و جمله گسترش اقدامات اعتراضی و انعکاس هرچه وسیع‌تر اخبار خیزش سراسری مردم ایران به حمایت‌های بی‌دریغ خود از این جنبش انقلابی ادامه بدن. پیروز باد خیزش سراسری مردم ایران علیه کلیت رژیم اسلامی. هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، حزب کمونیست ایران، دوشنبه 11 مهر ماه سال 1400 برابر با 3 اکتبر سال 2022 میلادی. بله عزیزان، به پایان حلقه دیگر از برنامه زنده امروز رسیدیم. همکارانم در بخش کردی تا ساعتی دیگر در خدمت شما خواهند بود برای تقدیم آخرین گزارشات در برنامه راست و خوب. با این امید که اعتراضات ایران همچنان ادامه داشته باشد و اتحاد و همبستگی مردم همچنان قوی‌تر و محکم‌تر بشود و با این امید که روزی در همین تلویزیون پیوستن کارگران نفت و پتروشیمی، کارگران خدماتی، حمل و نقل و سایر کارگران به این اعتراضات رو به اطلاع شما برسونم. تا به هم رسیدن دیگر بدرود.
ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد میکنم زندگی حجاب اختیاری حجاب اختیاری حمایت 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 استاد با شرافت حمایت استاد با شرافت حمایت بترسید همه با هم هستیم 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 همه با هم هستیم